خب بچه ما آمدیم یه ولاگ براتون بگیریم. چالش یک روز با با سپهر منجمد. سپهر اومده کرج، یخ زده، این همش میخواد خودشو بچسبونه به من. کسافت مگه نگفتیم با هم دیگه الان میشه آب نبات بهت دادم. بلندتر صحبت چون خیلی سرده. بلندتر حرف بزن. چشم. بچه ها الان داریم میریم یه کافه. آقای سپهر فیریکی 100 بار ماشینشو قفل کرده، حواس نمیذاره واسه من. داریم میریم کافه. این ویدیو دو قسمته. قسمت اولشو یا من میذارم یا مهشی، قسمت دومشو یا مهشی میذاره یا اصلا با هم میدیمش بالا دیگه. تو یه روز دوتایی رفتی به هم نداره که دوتایی بچه ها ما داریم میریم کافه. سرده بیا اینو به اون بشتو. سپهر یخ زده. بچه خیلی قدش کوتاه‌تر از من. تو خودت جزو قد کوتاهانی. بچه‌مون قدش نرمال میشه درسته؟ چی نیست. الان میخوام همینطوری بگیری تا خود کافه؟ دوست دارم همه در جریان باشن که تو من اینجا یه نکته رو بگم. فرمایی. دوستان یه نکته رو بگم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. و نکته‌ای که هست دوستان عزیز، نکته‌ای که هستش جز لایک و کامنت، اونا که تو اینستا میبینن فالو یادشون نره، سیو هم حتما بکنن. آقا خلاص یه سوال بپرسیم بچه‌ها، به هم میایم یا نمیایم؟ به هم میایم یا به هم میریم؟ به هم میایم یا به هم میریم. آقا یکم دوربین تو قدت کوتاست، بگیر رو بالاتر. اینجا آره تبلیغ هم شد یه جورایی. نه و اسمش نیفت. ببین چقدر نرگیل هست. درست بشه نرگیل بروز اینجا کجا هست اصلا؟ سلام. نمیدونم تو گفتی بشین اینجا. اینجا کجاست؟ اون یا این؟ این دید نداری باشه اینجا اون بر آینه داری نشون بده. چیز میتونی بکنی برگردونی؟ نه چجوری برگردونم؟ وایسا بدم برگردونی. تو بای بای کن. تو الان بای بای کن. اینجا آینه هستش نمیتونم اتفاقی بیفته. گمان آقا من شاید بگم دوست دخترم سپهر اونجا هم خوبه اونجا خوبه. اونجا تاریک هم از آتیش هم داره. این هم آتیش داره ولی باحاله. که ما بازم واسهتون ویدیو میذاریم. خب آقا حمایت کنید، لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. اگه اینجور ویدیو خوشتون میاد خدا برکه. سلام. برو دیگه. نشون دادم که فکر بد نکنم. سلامتی دارم. بله. خلاصه دوستان عزیز، خدمت شما عرض شود که چی میخواستم بگم، مثلا یادم رفت انقدر حرف زدم. خدا وکیلی میخوایم بریم یه چند تا این روش پذیرایی واسه آقا مقصر منم. شما انتخابت بود اینجا. اصلا من آورد تو دوران راهنمایی و دبیرستان که تازه قدیم ما شده بود. مثلا به مهشی گفتم اومدیم کرج یه جایی رو اوکی کن بریم بشینیم یه ویدیو بگیریم با هم دیگه. بعد خیلی اتفاقی هم اینجا رد شدیم، گفت بریم اینجا. بعد ماشین رو با بدبختی پارک کردیم. باحاله. دهنی من تو پفی کرده بودیش. این به اون آب نبات ده باشه. حداقل دهنی من خوردم. مهشی دفعمی هنوز نمیدونه چی خورده. میدونی چی میخوام بگم؟ میدونی چی میخوام؟ تتو دیدی؟ بگیرش بالا ببینم. این پایین تر بگیر.
بکش بچه محشیده ها. منو رفته تتو کرده. پسری که تتو میزنه خوبه یا نه؟ دوست داری تو؟ پسری که تتو میزنه چند ساله من دارم. مخه مار داره یعنی؟ آره یه مار دارید. مادر عروستومات دارید بسر. آقا محشید افهمی کلن اهل شال و روزنی نیست، کلن کلا. درسته؟ تمام ویدیوها کلا. آدم کلا بازی. حالا سیسه نشستن ها؟ آقا اومدیم قهوه خونه بودیم. قهوه خونه ایمش سفره خونه بذار حالا برم تو فاز چوست. ولی دختری که به نظر من مادیات واسش مهم نیست، مهم هست ولی نه. ببین واسه این خیلی مادیات مهمه. یعنی وای به حال دوست پسرش. یعنی یه روز با من کات کرد با کسی دیگه اوکی شد، من از همین تیلیمون بهش میگم دوست پسرش. این فقط واسه پول میخواد. یعنی فقط یه گوشی ازت بکنه یا ازت یه چیزی خلاصه میخواد بکنه. حواستو جمع کن برادر من. با این اوکی نشه، اوکی شدی فقط و فقط بیارش همینش. اینجا کجا بود؟ کافه آندرلاین رستوران نقطه. بقیه‌شو نمیتونم بگم، اصلا نمیتونم بخونم. ترکی نوشته آقا بالای جی. میخواست کامپوزینامو بشکنه. به من شکلات دهنی دادی؟ آره؟ حالا به خدا اگه من اینو نکردم دهنه. هم چی داری میخوری؟ نه علکی نگی. کی اذیت میکنی ها؟ کی اذیت میکنی؟ میدونی بعد تلافی میکنه. کی اذیت میکنه؟ میدونی بعد تلافی میکنه. کی اذیت میکنه؟ اسکول. خب آقا یه سری فیلم ناب بهش نشون دادم عشق کرد. ما رفتیم پیتزامونم برا کردیم دیگه. مامانم زنگ زده گفته بیا خونه. ولگردی بس هست. سپر رو میبینید که تخمه های کافه رو برداشته و داره میخوره و الان رفته اونجا خرید کنه. چه انسان شریفی. 77 92 2 واسه خودت از این چیزا بگی. کارتم هم میدی؟ بریم. سنگشور چیه؟ واقعا گرفتی؟ دروغ نگی سپر. آقا میری رو؟ برو تموم. سپر خریدم نکرد، فقط پول داد. از اون سفیدا به چی از اونا میخریدی دیگه؟ یه ذره رنگ و رو درست شد. سپر آقا به نظر من دوستان سلام لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. نجات هم دادیم. تخمه ها رو ببین اینجوری مادری کردن در حقت. مرسی عزیزم. شما مادری نکن در حق من. بچه دوستتون داریم. خدافظ. فکر پول باش که خربزه آبه. نه جدی میگم یه چند تا. ولی من واقعا تحوز خربزه کردم الان. سپر خب آقا میبرم شما رو برسونم خونه. دست مامانو برو ببوس. فقط دست دختر به این خوبی زیبایی خانومی. تو ویدیو نمیشه ولی بعد از ویدیو آره. خب دیگه کاری نداری سپر. آقا مشی نفهمید چطوری میشه بدون فیلتر بدون میکاپ انقدر پوستت خوبه؟ خدا رو شکر. از خدا شاکرم. من چشمم شروع نیستم. فردا یه جوش مجلسی میزنم. ماشاءالله شب گفتم. خیلی ممنون بچه. خیلی دوستتون دارم. خیلی
من بیشتر. ما دیگه این میره تو چه چنلی؟ تو چنل محشید دات افخر. حالا آقا کلی کار خفن هست، اگه ایشون مسخره بازی در نیاره، چون این سری بخواد مسخره بازی در بیاره میگه باید قید منو بزنه دیگه. برو واسه هم میشه که قید تو زدم. آقا دیگه نگم منم دیگه عین تو بدم. بوس بهتون.